قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. قاعده 42 توحید و شرک در استعاذه را بدانیم. گپای کلیدی هست که بسیاری کسا در این گپا در چی داخل میشن؟ در شرک داخل میشن، لکن نمیفهمن و بسیاری کسا نمیفهمن و نمیخواه که بفهمن. اگه برش بگویم چون عادت کرده، یکی از مشکلاتی که هست میگن که پدرای ما، و در قرآن صراحتا آیت قرآن است که انسان‌های جاهل عادتشان چی هست؟ میگه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی که برای اونا گفته شود شما از ما انزل الله مطابقت کنین، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، میگه ما مطابقت میکنیم با آنچه که ما یافتیم کی نه؟ آباءنا، پدرای ما، یا پدر پرست هستن. پدر و پدر کلان ما چیزی که کرده ما همون کارو میکنیم. الله میگه اولو کان آباءهم، آیا پدرایشان این قصر نبود که لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، نه عقل داشتن نه هدایت شدن. پس ضرور نیست که آدم پشت مادر و پدر کلان و بابا کلان و رواج هایی که از پدر نیاکان مانده، او بی عقلی کرده پیش بت پرستی کرده، او بی عقلی کرده قبر پرستی کرده، او بی عقلی کرده دست دعا را به مخلوق بلند کرده، او بی عقلی کرده در شرک خود مبتلا کرده، او بی عقلی کرده رواج های غلط کرده، بدعت ها را کرده. حالا ما بریم از اون پیروی بکنیم. بر ما و شما وظیفه ما چی است؟ ولو که پدر مثلا ابراهیم علیه السلام بود، پدرش مشرک بود، خلاص گفت پدر جان تو دعا کرد، گفت پروردگار به این پدرم، الله برش گفت که هیچ استغفار تو در حق مشرک قبول نمی، احترام شما نمیکنی که سلام علیکم جوربسانی میکنی، اما مطابقت حق نداری از اون. حتی پدر و مادر انسان اگر در شرک مبتلا باشه و در گناه ها مبتلا باشه، پس اطاعت از او نیست. از این خاطر ما و شما قاعده داریم که بفهمیم ما چرا اطاعت مادر و پدر میکنیم. اطاعت مادر و پدر اصل نیست. ما در حقیقت وقتی که اطاعت مادر و پدر میکنیم به خاطر از این میکنیم که الله بر ما گفتن، به خاطر اطاعت الله اطاعت از پدر و مادر میکنیم. فهمیدی؟ یعنی خانم از شوهر خود وقتی که اطاعت میکنه، اطاعت شوهر سر از این فرض نیست، اطاعت الله سر از این فرض است. وقتی که الله بر از این گفته که اطاعت از شوهر بگو، پس این اطاعت از شوهر خود به خاطر اطاعتی کی میکنه؟ اطاعت از الله میکنه. از این خاطر اگر پدر کس یا مادر کس یا شوهر کس او را مخالف امر الله حکم میکنه، باز اطاعتش واجب سرش نمیباشه. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، باز مخلوق اطاعتش نمیشه. خب توحید شرک در استعاذه چی است؟ اول کلمه استعاذه را ما و شما بفهمیم که استعاذه الف سین ت عین الف ذال است. ذال ایگردک استعاذه ای از کلمه عوضه گرفته شده که به معنای لجوء، پناه بردن، پناه گرفتن، اعتصام می باشه. فهمید یا نه؟ وقتی که شما به یک کسی پناه میبرین، ایره چی میگن؟ ایره استعاذه میکنین. شما استعاذه در اصطلاح چی را میگن؟ میگن هی اللجوء الى الله، مراجعه به الله است، و الاعتصام به، و به الله پناه بردن است، من شر کل ذی شر، از هر چیزی که مضر است به الله چی میگه؟ پناه میبرین. از این خاطر الله میگه قل اعوذ برب الفلق، قل بگو که من به کی پناه میبرم؟ اعوذ، پناه میبرم به کی؟ برب الفلق. قل اعوذ برب الناس. اینه استعاذه چی است؟ خود استعاذه پناه بردن این عبادت است. چرا عبادت است؟ و امر الله است، امر اعتقادی هست. الله میگه قل بگو اعوذ، ما پناه میبرم برب الفلق. پس وقتی که قل گفت چی معنا میده؟ از این کلمه ما شما چی درس میگیریم از قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس؟ الله به رسولش میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و قل تو بگو بر امتت که ای امت من که پیغمبر هستم به کی پناه میبرم؟ به الله پناه میبرم. شما که امت من هستین به کی پناه ببرین؟ به الله پناه ببرین. چرا؟ به خاطر از اینکه قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عصر جاهلیت مردم بعضی به ملائکه پناه میبردن، بعضی ها به جن پناه میبردن، بعضی ها به سنگ پناه میبردن، بعضی ها به بت پناه میبردن، بعضی ها به قبر پناه میبردن، به زیارت پناه میبردن، به درخت ها پناه میبردن. متوجه هستین؟ این حال اینجا الله میگه که بر از این مردم بگو که ای مردم اگر شما امت من هستین و ایمانتان حقیقی است، من که پیغمبر هستم به کی پناه میبرم؟ به الله پناه.
نه به ملائکه پناه میبرم، نه به جن پناه میبرم، نه به قبر پناه میبرم، نه به زیارت پناه میبرم، نه به سنگ پناه میبرم، نه به چوب پناه میبرم، نه به اسفنگ پناه میبرم، نه به بربو پناه میبرم، نه به بیرق سرخ پناه میبرم که اگر سرم تعمیر خود درخت، نه به تمیمه. بعضی کسا موره را اینجا چه خود ویزان میکنه، میگه نگاه میکنه تو طفل خود به کی پناه داد؟ به این مورگک. بعضیا صدف ویزان میکردن، میگم به این صدف میره. بعضیا میره که یک درخت چوبک میگه زگرده بهش خود کشال میکنه. رسول الله صلی الله علیه و آله من علق تمیمه فقط اشرک، کسی که این چیزا را در گردن اولادای خدا ویزان کرد این شرک آورده. کسی که موره را ویزان کرد به خاطر که ایره چشم نکنه. کسی که مثلا حتی ما یک کس را دیدم بچه‌ها که شاید سنت کرده بودن، اما توته سنتی را در پای بچه خود بسته کرده بود. گفتم چی میکنه؟ گفت ایره نگاه میکنه. من گفتم زندهش نگاه نکرد، ولی خب مرده است، خود کنده شده. همیشه چرا کندی؟ اون صاحب از دسته که جهالت است و جهل است و دیر نمیفهمه. در یک جای رفتیم در یک خانه، با یک هم بچه‌ای که طفلک هم می‌خواستیم یک چیز رفتیم. این چیز جان کاکایش باز فامیلش پدرش گفت صاحب به خاطر که نظر نشه و به خاطر گیره کس. یعنی فهمیدی یعنی؟ پس یک پناه بردن چند قسم است. پناه بردن هم چند قسم داره. قسم اول پناه بردن توحیدی هست. قسم اول پناه بردن چی است؟ توحیدی هست. خب اینال الله سبحانه و تعالی بر ما و شما به خاطر که پناه بردن توحیدی را بفهمیم، بر ما و شما قصه های پیغمبرها را آورده. سعی کنین پیغمبرها به کی پناه میبردن. اول موقف پیغمبرها را بر ما بیان میکنه. مثلا شما ببینید که نوح علیه السلام به کی پناه میبرد؟ رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لک به علم. نوح علیه السلام گفت که من اعوذ پناه میبرم به کی؟ به الله. بعضی اوقات یک مشکل است از ما و شما در افغانستان که اصطلاحات ما و شما تغییر دادیم. چه قسم تغییر دادیم؟ مثلا در افغانستان اگر کلمه تعویض گفته شود، اگر بگیم تعویض در عصر پیغمبر صلی وقتی که میگفتی تعویض کردی، یعنی این طفلک یا این چیزه برش آیات قرآن خوان ایره تعویض کرد. تعویض در عصر رسول الله با چی بود؟ با کلمه قل بود. قل اعوذ برب الفلق، قل و زبان بود. حالا اگر در افغانستان بودی تعویض کرد چی مانا؟ استاد داوی فلانی رو تعویض کرد. اگر من تو را تعویض کنم و بگویم که اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اگر میره من بخوانم برای تو، یا مثلا مریض آمد پیش رسول الله گفت اینجا درد میکنه، رسول الله گفت که تو چی کو؟ یعنی می تعویض است. سگ رسول الله برای تعویض داد. چی گفت؟ گفت بگو. گفت چی؟ گفت بگو اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. اعوذ بعزت الله و قدرته، ما پناه میبرم به عزت الله و به قدرت الله، من شر ما اجد و احاذر، ما از شر چیزی که من میافم و از او در حذر و ترس هستم. این حالا مثلا تو آمدی که سرم درد میکنم، من برات گفتم که دست در سرت بان، خودت بگو. چیزی؟ بگو که اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر، و یعنی من به تو تعویض دادم. اینی تعویض در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا اگر کسی بگه که برای من تعویض داد استاد دایی، و چی فکر میکنه؟ فکر میکنه که یک ورق است، در بین از این ورق نوشته کرده 34 32 36 37 35 44 18 شرطتوس خرطتوس نرطتوس مرطتوس نامای چیزا را بازی رو در گردنت پرتو. اینه یا بگی مثلا دودی نوشته کو، یک وقت ما را میفرماییم دودی نوشته کو، ما عقیده نمیفهمیدیم، مشکل داشتیم. دودی چی نوشته میگه؟ نوشته کو فرعون هامان شداد نمرود. خب چرا دودی که دود میکنی بر از این نفر فرعون هامان شداد نمرود نوشته میگه؟ میگه اگر این نامای دشمنای الله هست، آیا با نام دشمن الله کس شفا پیدا میکنه؟ این هم کفر شد. اگر میگی این نه، این نامها در قرآن آمده، پس تو قرآن در دادی. سایسته؟ نه بسیاری دودی ها رو شما که از یگان تا میگیرین و چی نوشته کرده؟ فرعون هامان شداد نمرود. و یا پناه به غیر الله داده، یا جبرئیل. پناه به کی شد؟ به جبرئیل شد، در حالی که الله میگه پناه به کی ببر؟ الله. یا میکائیل، یا محمد، یا فلانی، به غیر الله. پناه بردن به غیر الله. پس از این خاطر امروز در افغانستان وقتی که کلمه تعویض گرفته شود، فوراً تعویض زبانی از بین رفته. حالا چی میگن؟ فکر میگن کاغذک. یه چیز این تعویض.
در حالی که در عصر رسول الله هم تعویض بود، اما تعویض کی نبود؟ حافظه کی نبود. تعویض چی بود؟ زبانی. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اعوذ بکلمات الله التامات، اعوذ بعزت الله و قدرته. بسیار پناه هست. خب این حادثه که نوح علیه السلام با کی پناه میبرد؟ به الله. موسی علیه السلام با کی پناه میبرد؟ اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. موسی علیه السلام میگه الله چرا از زبان موسی علیه السلام در قرآن ذکر میکنه که وقتی که موسی علیه السلام بود، موسی علیه السلام یکتاپرست بود. این کسایی که حالا میگه ما موسوی هستیم و پیروای موسی هستیم دروغ میگن. یوسف علیه السلام چی گفت؟ معاذ الله انه ربی، من به الله پناه میبرم، او پروردگار من هست. خب دوم مثلا امر الله به پناه بردن به الله هست. الله امر کرده که شما به غیر از الله به کسی دیگه پناه نبرین. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اینیا هست. علامه ابن عاشور در تفسیرش میگه که و استعمال صيغه التكلم في فعل اعوذ يتبع ما يراد بصيغه الخطاب في فعل قل فهو مأمور به لكل ما يريد التعوذ بها. میگه وقتی که اینجا الله میگه که اعوذ بگوین، پس اینجا وقتی که امر میکنه قل اعوذ برب الفلق، پس اینجا معنای چی میشه که با صیغه خطاب که در فهو مأمور به، میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله امر شده بالای پیغمبر صلی الله علیه و آله، پیغمبر مأمور است در هر چیزی که میخواد باید به کی پناه ببره؟ به الله پناه ببره. اما تعویض قارئها غیره بها کما ورد عن النبی صلی الله علیه و سلم، میگه اما تعویض کردن، پناه دادن یک کسی به یک کس دیگه، این حال وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم حسن و حسین تعویض میداد. چه قسم تعویض میداد؟ و ما روی عن عایشه ان النبی صلی الله علیه و سلم کان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میگه مریض شد، اون مرضی که باز رحلت کرد، میگه در این مرض خود رسول الله صلی الله علیه و سلم همین چیزا میخوان، معوذات میخوان و سر خود دم کرده میرفت. فلما ثقل، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه وقتی که بازی سر رسول الله صلی الله علیه و سلم ثقیل شد، خودش خواندن نمیتونست، حالات سکرات الموت سرش آمد، باشه كنت انفث علیه بهن و امسح بید نفسه لبرکتها. فهمید؟ یعنی این حال میگه اینجا چی میکرد؟ ام المؤمنین میگه باز من چی میکردم؟ میگه من باز ما برش ایده میخوندم، یعنی من همین سوره را ما برش میخوندم دیگه. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم حسن و حسین چی میکردن؟ با اینمی پناه میبرد. با چی؟ با الفاظ. اما تو نیست که رسول الله به حسن و حسین تعویض قرآنی نسبت این ثابت نیست. رسول الله هم حسن و حسین با الفاظ این قسم اینا را هم پناه به الله دادن. خب طریقی و روش رسول الله هم در پناه بردن و پناه دادن چی بود؟ همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله برای مردم چی میگفت که تعوذوا بالله من جهد البلاء. ای مردم شما به کی پناه میبرین؟ به الله پناه ببرین. حدیث متفق علیه هست. در حدیث دیگر میگه که عبدالله بن عثمان بن عاص میگه که شکا الی رسول الله صلی الله علیه و آله وجعا یجده فی جسده. میگه یک نفر آمد یک مشکل داشت، پیشتر که بهتون گفتم. رسول الله صلی الله علیه و آله چی گفت؟ که در کاغذ نوشته نکردن. رسول الله صلی الله علیه و آله چی گفته؟ دع یدک علی الذی یعلم من جسدک. دستت دم قسمتی بان که درد داره. و قل سعی نگفت که من میگم، از گفت پیغمبر کرده و خود صحابی میگه که خودت بگو. و قل بسم الله ثلاثا و قل 7 مرات. بسم الله بگو 3 مرتبه. و قل 7 مرات و 7 مرتبه چی بگو؟ بگو اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. رواه مسلم. حدیث صحیح مسلم. حالا بسیاری وقتا برای بعضی کسا بگی که ما بخوانم، میگن زبان ما زبان تو کده بسیار بلند است، قرآن در زبان تو تاثیر نمیکنه. قرآن در زبان ما چی میکنه؟ تاثیر میکنه. آری زبان صحابی بسیار بلند بود رد میشه زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم، زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم. لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم برای چی کرد؟ برای گفت خودت بگو، خودت 3 دفعه بسم الله بگو و 7 مرتبه میره چی کو و دست خودت در جای دردت بار. نگفت که دست من باید ما برات بخوانم. به خاطر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ تعلیم میداد. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الکلمات. میگه رسول الله بعد از نمازهای خود
بمی کلمات پناه میبرد. چی میگفت؟ اللهم اینی اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر و اعوذ بک من فتنه الدنیا و اعوذ بک من فتنه القبر. رواه البخاری، حدیث صحیح بخاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز خود چی میگفت؟ اللهم اینی اعوذ بک، پروردگار ما به تو پناه میبرم، من الجبن، از جبون بودن، والبخل، و از بخیلی، و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر، و یا این پناه میبرم که مرا به ارذل العمر برسانی، یعنی قدر عمر طویل شود که انسان خودش دیگه بیخی حتی به تشنابی گفا به دیگران نیاز داشته باشد. و اعوذ بک من فتنه الدنیا، پروردگارا ما به تو پناه میبرم از فتنه های دنیا، امتحانات دنیایی که بسیار سخت سر انسان می و بالاخره انسان سر فشار. و اعوذ بک من فتنه القبر، و پروردگارا از فتنه قبر، از امتحانات و عذاب قبر به تو پناه میبرم. رسول الله صلی الله علیه و مثلا ما شما پیشا گفتیم که حسن و حسین چی میکرد؟ تعویذ میکرد. چه قسم تعویذ میکرد؟ در کاغذش میکرد؟ نه. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال كان النبي صلی الله علیه و سلم يعوذ الحسن والحسین. رسول الله صلی الله علیه و چی میکرد؟ یعنی پناه میداد. یکی پناه گرفتن است، خود پناه میدی، یکی یک کسی دیگر را پناه میدی. رسول الله صلی الله علیه و پناه میداد کی نه؟ حسن و حسین. چی میگفت؟ میگفت و یقول، میگفت ان اباکما، میگفت پدر شما، که پدر شما کی هست؟ که ابراهیم علیه السلام است. کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق. سیکو میگه امی تعویذی که من میتم، امی الفاظی که من برای دو نفر میخوانم، امی عین الفاظ ابراهیم علیه السلام برای کی میخوان؟ و اسماعیل علیه السلام و اسحاق بچه‌اش بودن. و رسول الله صلی الله علیه و امی الفاظ برای کی خوانده؟ برای نواسه هایش خوانده. چی میگه؟ میگه که ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق. چی میگفت؟ اعوذ بکلمات الله التامه. میگه در زبان گفته. رسول الله میگه اعوذ، ما پناه میبرم به کلمات الله التامه من کل شیطان و همه و من کل عین لامه. ما به الله پناه میبرم. این یاره حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما را چی کرده؟ و یا اینمی الفاظ میگه. خب قسم دیگه که هست، قسم دوم پناه بردن شرکی است. ما و شما پناه بردن توحیدی را فهمیدیم. پناه بردن شرکی چی است؟ پناه بردن شرکی را باید بفهمیم. عمر رضی الله تعالی عنه یک قاعده بسیار خوب بیان می‌کنه و این قاعده خوب کدام قاعده است؟ میگه انما تنقض عرى الاسلام عروه عروه. عمر رضی الله تعالی عنه میگه که امیر اسمان اسلام که است، میگه این کنده میشه تار به تار. شما یک اسپان، یعنی رسپانایی که چی هستن در شهر اگه شما برین، بعضی رسپانا است که از تار جور شده. همین تارای ازی با هم تو کلش یک جای شده، باز بالاخره یک رسپان دبل شده که تو باز تو میدونی که یک چیزی بسیار بزرگه کش کنی. میگه امیر رسپان دبل اسلام تارای ازی قطع شده میره، قطع شده میره، قطع شده میره، تا اینکه ایمان تو چی میباشه؟ بسیار ضعیف میباشه. چه وقت میگه این پیدا میشه؟ میگه اذا نشأ فی الاسلام من لا یعرف الجاهلیه. وقتی که در اسلام اوت مسلمانای پیدا شوند که مسلمان هست لکن جاهلیت نمیشناسه. چرا عمر رضی الله عنه گپ گفت؟ بسیاری وقتا یک نفر مسلمان از کلمه میخواد، عادات جاهلیت نمیفهمه، خودش امی عادات هم میکنه لکن فکر میکنه ما مسلمان هستیم. از این خاطر صحابه عادات جاهلیت خوب میفهمن و در قرآن و در سنت و در سیرت و در سخنان صحابه کلشان برای ما امی عادات جاهلیت یکی بیان کردن. چرا مرض بیان میکنه؟ به خاطر ما از مرض خدا چی کنیم؟ وقایت. اینا اگه یک نفر مرض نمیفهمه به اون مرض مبتلا میشه. چرا دکترها دستکش میپوشن؟ چرا پوزخ را بسته میکنن؟ میگه والا به خاطر از اینکه این مرض از طریق دست من به من انتقال میشه، از طریق تنفس به من. ما و شما بسیاری وقتا یک نفر دستش بسیار زخمای خطرناک داره که دست بزنی تو دانش میگیری، بریم دست میزنی، دکتر دست نمیزنه. اینا کسایی که عقیده رو درست میفهمن اونا اینمی جاهلیت رو میشناسن. خب بیایم در جاهلیت پناه جستن چه قسم بودن؟ وقتی که ما و شما او رو بفهمیم باز ما و شما خود از شرک نجات میدیم. در عصر جاهلیت چند قسم پناه بردن بود. اول قسم پناه بردن در عصر جاهلیت پناه بردن به جنها بود. الله سبحانه و تعالی در سوره جن الله میگه که و انه، سوره جن آیتش 8 الله میگه و انه کان رجال من الانس، یک تعداد از مردای انسانی بودن چی میکردن؟ یعوذون برجال من الجن، اینا پناه میبردن به کی؟ به مردهای جن. یک تعداد از انسان ها بودن که پناه میبردن به جن.
فزادوهم رحقا. این برشان چی رو زیاد کرد؟ ارهاق. ارهاق شد یعنی علما میگن که وقتی اینا پیش جن وقتی که رفتی، جن بسیار ضعیف است. اشرف مخلوقات جن است یا انسان؟ انسان. کرامت برای جن داده یا برای بنی آدم داده؟ برای بنی آدم داده. این حالی انسانی که برش کرامت هم داده و اشرف مخلوقات هم است، این حالی اینمی انسان چی میکنه؟ میره برای جنی که از او کده پایینتر و ضعیفتر است و او بسیار مثلا حقیر است و او پناه میبره. وقتی که پناه برد فزادوهم رهقا و گناه بیعقل است. ای که پیش ما آمده یک عالم بود میگه جادوگر ها کست شاگرد شیطان. شیطان ذلیل است. این شاگرد ذلیل است. چیست؟ ذلیل. خب این حال بعضی کسا در اصل جاهلیت و جنها پناه. جاهل بودن به خاطر به چی پناه می بردن؟ به خاطر که به جن پناه می بردن یا جاهل پناه؟ پس اگر میخوایی از جاهلیت خلاص شی باید از پناه بردن به جن خود چی کنی؟ نگاه کنی. دوم پناه بردن به مجسمه ها بود. ما و شما می‌بینیم که بلات و عزا و منات یا چی میکردن؟ پناه می‌بردن. کلگی رو میکردن. قسم سومش حتی با مجسمه های پیغمبر، حتی با مجسمه هایی که رحیق مختوم یک کتاب بسیار معتبر خوب کتاب است در عصر حاضر در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در رحیق مختوم میگه و کان فی جوف الکعبه ایضا اصنام و صور. میگه در اطراف کعبه 360 بود در داخل خانه کعبه هم تصاویر و مجسمه ها بود. فهمید یعنی؟ و منها صنم علی صورت ابراهیم. یک دانه مجسمه بود، یک بت بود بر چهره ابراهیم علیه السلام. یک بت دیگه و صنم علی صورت اسماعیل علیه السلام. یک بت دیگه هم به چهره کی بود؟ اسماعیل. اینه و بیدهم الازلام. در دست از اینا چی بود؟ ازلام بود. یک قسم چیزایی که باز دو چی میکردن؟ چوبای دراز که باز دو فال بینید. وقد ازیلت هذه الاصنام. اینمی بتها در روز فتح مکه چی شد؟ و محیت هذه الصور ایضا یوم الفتح. در روز فتح مکه رسول الله صلی الله علیه و آله چی کرد؟ حالا اگر یک مجسمه را بنام یک شخصیت جور کرده باشد تو بری بره بشکنه مثلا تو چی قیامت نه؟ ها؟ بت بامیان من 20 سال شد 25 سال شد کوره زده بودم تا بال فاتحهش خلاص نمیشه. حالا اگر در وقت پیغمبر سمی بودن تو پیغمبر 360 بت شکستاد و بت مجسمه که به صورت ابراهیم علیه السلام و مجسمه که به صورت اسماعیل علیه السلام کلش پیغمبر سمی بودن. اسلام بود که به تصویر پیغمبر باشه در چه قیامت میشه؟ علی آثار تاریخی را از بین بود، علی آثار نیاکان را از بین بود. چه مردم چی بود؟ 360 بت یکی دو بتام کلان که داخل خانه کعبه. سوم قسم پناه بردن به قبرها بود. ام حبیبه و ام سلمه میگه که کلیسای بود در کجا؟ در حبشه. وقتی که یک شخص نیک و صالح در اونجا چی میشد؟ و آمدن قصه کردن برای رسول الله صلی الله علیه و آله. یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما که در حبشه رفتیم در اونجا دیدیم یک کلیسا هست در بین از چی است؟ این تو مجسم قبرهای خدا مردم پرستش میکردن. بت نبود، قبر پرست بودن. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که آنان کسانی هستند که هرگاه شخص نیک و صالح در بینشان وفات نماید بالای قبرش سجدهگاه میسازند. باز میره به قبر او سجده میکنند و در آن تصاویر را رسامی میکردند. این مردم بدترین مخلوقات الله در روز قیامت. حال هست نیست میگه در بین مسلمان ها هست یا نیست؟ معروف تصویره که از چیز برتان نشان دارد نه؟ از قبر پرستای هندوستان و عینی کاری که قبر پرستا میکنن اون طرف قبر پرستای دیگه است برام سک قبر پرستای برام مسلمان. هر دوش یک کارو میکنه. هر دوش. در حدیث شریف دیگه رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که عن عایشه رضی الله عنها و عن النبی صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها چی میگه؟ میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فی مرضه الذی مات فیه. سعی کنید بسیار دقیق است. ام المؤمنین عایشه صدیقه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون مرضی که باز رحلت کرد، همین وقتی که یک نفر که رحلت میکنه پدر شما وقتی که رحلت میکرد براتون چی نصیحت کرد؟ اما گپای مهم خدا دوادی چی میگن؟ دوادی مرگ خود وصیت میکنه. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم
دمی مرضی که باز او وفات کرد چی گفت؟ یک وصیت بسیار کلام کرد. این رو باید مسلمانان در گوش خود داشته باشه که متاسفانه ما وصیت هر کس گوش میگیریم، وصیت رسول الله صلی الله علیه و فراموش میکنیم. چی گفت رسول الله صلی الله علیه و گفت که لعن الله الیهود و النصارى، الله لعنت کرده بالای کی؟ بالای یهود و بالای کی؟ بالای نصارا. چرا لعنت کرد؟ اونا پیرو پیغمبر بودن، اونا اهل کتاب بودن، اونا بالایشون کتاب آسمانی نازل شده بود. سر از او چرا لعنت کرد؟ اگه سر بت پرست لعنت میکرد خود سایز بت پرست است. یا چرا؟ میگه که اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. یهود و نصارا الله لعنت کرد به خاطر که قبرهای پیغمبران را سجدهگاه قرار دادن. ایوازی که سجده به الله بکنن به کی میکردن؟ به قبر. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها چی میگه؟ میگه لولا ذلک لابرزوا قبره. اگر میگه امی وصیت رسول الله صلی الله علیه و بود، قبر پیغمبر صلی الله علیه و بسیار چیز جور می‌کرد. بسیار نه تو خود قبر بسیار سمت میکردن، چهار اطراف شو سر قبر کلان جور میکردن، بسیار چیز جور میکردن. اینا رو میگه از این خاطر بسیار. اون روز من کلیپ دیدم که حقیقتا داخل مرقد رسول الله صلی الله علیه و شدن. یگانه عکس از یگانه جای بر شما نشان داده میشه دروغی. تو عکس است که تو سوز جور شده گیست. او قبر رسول الله صلی الله علیه و قبر رسول الله صلی الله علیه و خاک آوردی داخل مرقد. قبر شکست نکنه، قبر شکست گلکاری نکنه، قبرش میناتوری و نقشه کاری نکنه. عکس های اصلی قبرش ایده من در اینترنت پیدا کردم که علما داخل شدن گفتن ما رفتیم و قبر خوش عکس گرفتن. قبر پیغمبر صلی الله علیه و قبر ابوبکر صدیق، قبر عمر رضی الله عنه. اما قبرایشان اما تو چی است؟ خاکی است، آزاد. یک دلش خاک است. از خاطر ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها چی میگه؟ میگه لولا ذلک لابرزوا قبره. اگر امید گپ نمیبود قبر پیغمبر صلی چی میگه؟ اگر هم بسیار کلام میکردن یک وقت سر میکرد که یک قبر، ما یک وقت در ترکیه رفتیم قبر مولانا روم که سعی کنی از قدم هم کرده بلند بود. از اینکه تکاود اسمال و سمتی گپا کرده بودن کلام قبرش اونو جور کرد. که بسیاری قبرهایی که در دیگه جور کرد. خب دیگه رسول الله صلی الله علیه و یک دعا کرد. امام احمد بن حنبل در حدیث 7054 میگه که عن ابی هریره رضی الله عنه عن نبی صلی الله علیه و قال اللهم لا تجعل قبری وثنا. یا الله قبر مرا وثن نکن. یکی صنم است که الله باشه، یکی وثن. فرق بین صنم و وثن چی هست؟ صنم وقتی که یک ولی از اولیاء یا پیغمبر وفات میکنه باز مجسمه از او ساخته میشه، این صنم در عالم. اگر امی پیغمبر یا امی ولی یا امی شخص نیک بتش ساخته نشد بلکه قبرش پرسته شد، باز این وثن. پس صنم این قسم است، وثن این قسم است. صحیح نه؟ هر دوی چی شدن؟ صنم وثن. صنم پرست بت پرست، وثن پرست قبر پرست. رسول الله صلی الله علیه و چی گفت؟ اللهم لا تجعل قبری وثنا. پروردگار قبر مرا چی نگردانی؟ وطن نگردانی. او کارهایی که بت پرستا پیش بت میکنن باز مردم بیای پیش قبر. دعای رسول الله صلی الله علیه و آله قبر پیغمبر صلی الله علیه و قبر پرستی نیست. اما در دیگه جاها دیگه قبرها دیدی این سری از قبرها با چی مدادم شده؟ وطن. اما کارهایی که بت پرستا پیش بت میکنن قبر پرستا رو بزرگ خالی نوار کردن. ما رفتیم وطن قصه کردن. در این وقتی که رفتیم در دو جای رفتیم، یک جای مندر میگن، یک جای درگاه میگن. یک قبر در مندر است، یک قبرم در درگاه است. وقتی که در مندر و در درگاه رفتیم هر دویش سکه ها هم قبر پرستش میکنن و مسلمان ها هم چی میکنن؟ این او قبر از وثن گشته، قبر از چی گشته؟ وثن گشته. و این کسایی که برای جا رکوع میکنن و سجده میکنن دست دعا بلند میکنن یا چی هستن؟ قبر پرست هستن. منتها فرق بین این است که بیچاره را سک میگن و این بیچاره را این چاره داره مسلمان میگن. فرق همین است که بیچاره است، سک از کافر از دوزخ میره و این چاره دار است نامش مسلمان. اگه هر دوش یک کار میکنه. قسم چهارم پناه بردن به درخت‌ها بود. اینا یک درخت داشتن فامیل، یعنی ابی واقد لیثی میگه خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه ما خارج شدیم با رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل حنین فمررنا بالسدره. در وقت غزوه حنین میگه با یک درخت شدیم
فقلت یا نبی الله، که حتی هیچ صحابی نه مسلمان شده هنوز فکرش صحیح کار نمیکرد، میگه برشون گفتم ای رسول الله صلی الله علیه و اجعل لنا هذه ذات انوات کما للکفار ذات انوات. گفتید چه خوب یک درخت دارن و در این درخت میرن و میشینن و میله میکنن چی میکنن، اما تو یک درخت برای ما هم چیکو تعیین بگو که ما بریم یک میله جای برای ما باشه. و کان الکفار ینوتون بصلاح بصدره، و میگه کافرها با صلاحهای خود میوردن به صدره ویزان میکردن که برکتی شود و یعکفون و پیش از این حولها در چهار اطراف از این اعتکاف میکردن به می درخت. فقال النبی صلی الله علیه و سلم الله اکبر، و گفت که الله بزرگ است. هذا کما قالت بنو اسرائیل لموسی، شما مت یک سخن نگفتید مثل که بنی اسرائیل بر موسی گفتن اجعل لنا آلهه کما لهم آلهه، که برای ما هم گوساله ها را چیز که مثل اونا هم معبودان دارن. انکم ترکبون سنن الذین من قبلکم، شما هم با روش های سابقا میرین، اگر عقیده را درست نفهمین شما هم به خط از وار میرین. پس ما درخت مقدس نداریم. از این خاطر رسول الله عمر رضی الله عنه وقتی که برش خبر آوردن گفتن صاحب همون درختی که صحابه زیر ازو که رسول الله بیعت کرده بودن، آل مردم میرن و درخت بسیار ماچ میکنن، بغل میکنن و او را چی میکنن. عمر رضی الله عنه گفت ما خود درخت بعد از اینکه گفتیم ما هیچ درخت نمیشناختیم. گفت نه سوالو یک درخت به مون نام موندن، حالا تو درخت مردم میرسه چوب از برکتی است، برگش برکتی است، چیزایش حتی میکنن بغل میکنن. چی میگن؟ عمر رضی الله عنه صحابه را امر کرد بریم درخت دنیا بیخ بکنیم، تکت تکش کردن سو انداخته که دیگه مردم چوب پرستی بود، درخت پرستی بود. قسم پنجم پناه بردن به چی بود؟ به تمیمه پناه می بردن مردم های عصر جاهلیت. چه قسم؟ تمیمه چی بود؟ یک توته سنگ بود یا چوب بود یا قلوخ بود یا استخوان بود یا مهره بود. اینی رو می گرفتن در گردن اولادای خود یا در گردن خود یا در خانه خود یا در سر دروازه خود چی میکردن؟ آویزان میکردن. اینی رو تمیمه میگن. در و عقبه ابن عامر رضی الله عنه میگه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم یقول و میگفت من تعلق تمیمتا فلا اتم الله له، کسی که تمیمه را اویزان کرد الله بر از کارش تمام نکرد. و من تعلق ودعتا فلا ودع الله له، کسی که ودع چی نمیگه؟ همین یک قسم مورگکای از بحر رو میگیره. ما شما رو چی میگیم؟ صدف. و حاکم نیسابوری روایت میکنه، میگه عقبه ابن عامر جهنی میگه سایک رسول الله صلی الله علیه و آله قسمت ها چقدر جدی بود. میگه جاء فی رکب 10 الی نبی صلی الله علیه و میگه 10 نفر پیش رسول الله صلی الله علیه و آمدن، گفتن یا رسول الله ما میخوایم مسلمان شویم. فبایع 9 و امسک عن بیعت رجل منهم، رسول الله که 9 نفرشون بیعت کرد به اسلام. وقتی بیعت میکنه مسلمان میشن، میگن بس خدا رسول الله صلی الله علیه و آله و رسول الله صلی الله علیه و آله چی میکرد؟ بیعت میکرد. که 9 نفرشون بیعت کرد که یک نفر نکرد. چرا نکرد؟ اولو میخواد مسلمان شود، اساسا دست خود بلند نکرد که تو بیعت نمی. خب فقالو، میگه صحابه دیگه گفتن که ما شأن هذا الرجل لا تبايعه یا رسول الله صلی الله علیه و این نفر چی کرده که آمده میخواد مسلمان شود، تو تا مسلمانیش قبول نداری، او میخواد مسلمان شود تو بیعت کردش نمیکنی. میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت که ان فی عضده تمیمه، در بازوی از یک دانه تومار. در بازوی خود چی را بسته کرده بود نفر؟ تومار را بسته کرده بود، یک دانه چوب بود یا سنگ بود یا هر چی که بود، تمیمه بود. خب ثم قال من علق تمیمه فقط اشرک، کسی که چیزا را اویزان میکنه او در شرک مبتلا. این چه قسم مسلمان میشه یا دست شانه شد؟ ما این قبول نمیکنه. فقطع الرجل التمیمه، رسول الله چی کرد؟ تمیمه را قطع کرد، از شانه خود گرفت اوسو انداخت. فبایعه الرسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله چی کرد؟ بیعت کرد. ثم قال، بعد از بیعت ازی گفت من علق تمیمه فقط اشرک، هر کسی که این موره را به خاطر چشم بندی و یا به خاطر اینکه نگاه کنه و این پاک است و سچ است و چطور است، هر کسی کار کرد این در شرک مبتلا میشه. خب دیگه پناه بردن به صدف بود، فهمیده؟ یعنی یکی ششمی قسم پناه به صدف میبردن. هفتم قسم پناه بردن به توله بود. توله چی را میگفتن؟ مهرموره و خرمهره. یک قسم همی جادوگرها و فالبینا مورگکا داشتن، برش میگفتن این مهرموره هست و بسیاری زنا میداد میفگه در پیشت باشه باز شوهرت که تو بسیار محبت میکنه، این مهرموره میگفتن.
و یک چیز دیگه بود به نام خر موره میگفتن. او چی است؟ او یک قسم موره ها بود میگه این اگه در پیشت باشه شوهرت مثل خر واره میشه تو سرش سوار شده. اینا جادوگرا برای زنای خود می‌دادن. این هم عصرهای چی بود؟ دیگه یک چیز دیگه پناه بردن به رتیمه بود. رتیمه این کلش اصطلاحات است که باید انسان بفهمه. رتیمه چی بود؟ یک تار بود که این یاد گردن خود آویزان میکردن، یاد دست خود بند میکردن. که از پیش بت‌ها میگرفتن یا از پیش قبرها میگرفتن، در گردن خود تار آویزان میکرد، یاد دست خود تار آویزان میکرد. به خاطر چی آویزان میکرد؟ میگه این تار که در گردنت باشه تو از بلا نگاه میکنن، از سختی ها نگاه میکنن، مشکلات نگاه میکنن. این حصر جاهلیت بود. عالم بسیاری کسان در گردنشان تار رو در پای خود یا دست خود اینا میکردن. ایناله اما یک قسم رتیمه هست که رو به خاطر عادت میکردن. مثلا یک نفر یک تار دست خود تاو میته یا در اینجا خود که باش سودا میخرم یادم نره، او پروا نداره، اما او رو تاره که در گردن میپرته دست میپرده به قصد چی؟ به قصد این که مرا شفا میده یا از من بلا رو دفع میکنه. خب دیگه از چیزای از جاهلیت پناه بردن به انگشتر و حلقه و چله بود. یک تعداد انگشترهای مقدس داشته. این در کلک خود مینداختن میفه اگه این انگشتر است باز همین چی کس بت هوبل از یاقوت ساخته شده بود، یاقوت سرخ. بازی که یاقوت سرخ داشته باشه بازی خوب برکتی است، چون همون بت از یاقوت جور شده بود. بگن حالا بعضی اوقات اینمی انگشتر را استفاده میکنن، این انگشتر که باشه از بلا نگاه میکنن. یا قسم کره و چوری و ترا بود که یارا به قصد بلا. اما اگر کسی انگشتر میپوشه یا چوری را به خاطر این نیت نمیپوشه، خود به نیت تعلق میگیره. اما اگر نیتش نیست انگشتر میپوشه یا ایره میپوشه به این نیت که زیبایی هست، مثلا زنا زیورات دارن، این پروا نمیکنه. اما اگر به اون نیت جاهلیت دیگه پوشیدن این هم از چیزای عصر جاهلیت بود که در عصر از اونا. موقف صحابه کرام چی بود؟ موقف صحابه کرام ببینن که این صحابه کرام در این قسمت بسیار جدی بودن و وقتی که یک کس را میدیدن که به این چیزا پناه بردن فوراً او را میفهماندن و از این خودشان خدا نگاه میکردن. چرا انسان اینا این اعتقادات اصل جاهلیت است. پس اسلام که است به خاطر که اینمی پناه بردن ها را از بین میبره. گفت که بگوین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. این اقسام چی بود؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.